هنر خوشنویسی یکی از اصیل‌ترین هنرهای ایران زمینه. سنتی 1000 ساله پشت سر خودش داره. در تاریخ ایران همیشه در مدارس و در مکتبخونه‌ها در کنار مواردی که تدریس می‌شده، خوشنویسی هم یکی از مفاهیم درسی بوده. و میتونیم بگیم همه کسایی که باسواد بودن یک جوری با خط و خوشنویسی آشنا بودن. هنر خوشنویسی علاوه بر اصیل بودن یک راهی هست برای مراقبه کردن، برای رسیدن به آرامش درون. من محمد گودرزی فوق ممتاز خط نسخ و فوق لیسانس رشته نسخه شناسی و مرمت نسخ خطی از دانشگاه شهید بهشتی در آموزشگاه جادوی قلم دوره‌ای رو برای خوشنویسی طراحی کردیم که در 2 عنوان خوشنویسی با قلم و خوشنویسی خط تحریری از سطح مبتدی تا سطح ممتاز برگزار میشه. در این دوره سفری رو آغاز می‌کنیم برای یادگیری یکی از اصیل‌ترین هنرهای ایرانی. با ما هم سفر بشید.